بدارین هجا چند قنیات سرناوی ازدین ولات وانی یا ترکیه ام اشکره بدنزانین سرسرین کی جانجی فرمان قتل و بیکتنا دینی قومینه. پشتی شهر سال 1917 ازدین بن علی گندی توتکی ترک آخاکالو باواندکن و کوچبری ولات ارمنستانی دبن. کلشی محادثانی بیل عشیر خوا بمالبت خوی مزن بزاروکین خوا مهار رضا رشید موسی دلشه زادو مادو و گلشه و بده زاروکین برای خوا سفری مهو دوریش و سلیمان و در بازی گندی ناوچه اکتنبریانی یا ارمنستانی دبه اولور جیوار دبن. کلشی محادثانی جبو آزادیو گلی خو دجی رومارش شهر کریه. اوه ساجی تاوی شهر سالداراباد دبه مقابلی زفچی ترکا شهر دکه. هجای گوتنیه کلشی محادثانی نوه کی هجا دهیله و میرخواستک بو نوف ازدیخانی. گوتن و گوتیا بی کتابو ناشیر کلشی محادثانی دگینه هف و دنوا جواکا ازدیان دا قدرکی باش قزانجده که سال ده بهرن مهاری کلش را کرک چید به. کلش نوی نبی خواه داتینه اسماعیل. اف نبی خواه اسماعیل ده سالین زاروتی و خورتانی دا پشیرت و تربیت که باش بزنده که. سال 1956 زوستانی کلشی محادثانی دچه سر دلوانی خواه اول مزلی قلی بگلی وی تسمیلی آخی دکن. کلشی محادثانی پی خور نوه کی هجا دهیله. بلی اسماعیلی محادثانی بسایا کسیتیا خواه یا تایبت نو حرمتا گلکی خواه دنوا جواکا ازدیان دا دبه خودی قدر حرمتا که مزن. سال دبهرن اسماعیلی مهار محادثانی دگینه هف اتفاق و یکتیک خورد آواده که و دیوان داستانیا آوا کرده بو. دیوان داستانیا جوان کسان بکاتی بو. اسماعیل مهار داستانی، شرف رستم داستانی، و سوی سمو داستانی، علی خضر داستانی، قاضی کنیاس داستانی. دیوان شیوریل تبلیسی، علی و عادی دربو، زادی مهمت، شامل حمید داستانی، ولی خانی مامو داستانی، رشید چرکز داستانی، گیورگی چرکز داستانی، درستاوی افوی شوان داستانی، ارمنستانی ماهار رشید و موسی کلش محادثانی، قاسم اونس داستانی، عزیز و بکری کلش داستانی، سلیمان داستانی و پاشای سلیمان داستانی. هجای گوتنیه برکین یا ازدیان باشقه خوزی خال برتفاق هفدو گرتن و حفظ کرنا برکا داستانیا دانین. بله اسماعیل مهار خوشمیری ازدیخانی بود.